الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فعن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. رواه البخاري. ابو بشیر انصاری گفته شده اسمش قیس ابن عبید بوده و بعد از سالهای 63 هجری وفات کردند و تاریخ وفاتشان دقیق مشخص نمی باشه. ای از خود حکایت می کند که من همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم در بعضی از سفرها بودم. فارسل رسول الله صلی الله علیه و سلم شخصی را فرستادند. برای چی وظیفه‌ای فرستادن؟ الا یبقین فی رقبتی بعیر قلادة من وتر، این که نگذارد شخص در گردن هیچ شتری قلادة من وتر، توقی یا گردن بندی از تار، یا قلادة توقی از مطلق توق برابر است که از تار بوده باشه یا از آهن بوده باشه، از چیزی دیگری، الا قطعت، مگر اینکه ای قطع کرده شود، ای را باید قطع کند. عادت در روزگار جاهلیت عرب ای بوده وقتی که میخواستن حیوان خود از مصیبت و از آفتها و از چشم بد نجات بدهند، توقی را یا تاری را در گردن حیوان خود آویزان میکردن و معتقد بودند که ای تار و توق ای را از آفتها و چشم بد نجات میدهد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در بعضی از سفرهایشان آثاری از عادات جاهلیت دیدند در گردن بعضی از حیوانات. یکی از صحابه را امر کردند که برود هر جا شتری را اگر میبیند که در گردنش تار است یا توق است، او را باید قطع کند. البته باید ایرا دانسته شود که توق یا تاری را که در گردن حیوان بسته میکنن دو قسم است. یک قسمش است که اگر به نیت دفع ضرر بوده باشه، دفع آفات و دفع چشم بد، در این صورت ای شرک است، نوعی از شرک. و از نوعیت شرکش فرق میکنه. اگر به این اعتقاد بوده باشه که ای بنفسیه خودش مؤثر است و بلاها را دور میکنه، چشم بد، در این صورت شرکی اکبر میباشه. اگر به این معتقد بوده باشه که یک وسیله است، باز در این صورت شرکی اصغر است. در اینجا قلادة فی رقبت بعیر، یعنی در گردن شتر ذکر است. اگر همی چیز در پای شتر هم بوده باشه یا در جای دیگرش، به همین نیت او را هم باید ازاله کرده شود و او حکم امیره دارد. از حدیثی را هم دانسته میشه که اگر امی تاره یا امی توقع انسان هم به امی نیت استفاده کنه، او هم در امی حکم شامل است، او هم شرک است. و در این وقت ما بعضی انسان ها به خاطر زینت یا بعضی ها استفاده میکنه و بعضی ها هم به خاطر دفع بلاها توقی را در گردن خود، گاهی توقی آهنین است و گاهی هم از پوست است یا از تار چیزهای دیگری، و گاهی در دست خود استعمال میکنن یا گاهی در پای خود. اگر به نیتی دفع ضرر بوده باشه شرک است. اگر به نیتی زیب و زینت باشه، باز برای مسلمان درست نیست که اینا زینت استفاده کند. از حدیثی را هم دانسته میشه که تومار هم حکمی امی تار و توقع داره اگر به همین نیت استعمال شود، به خصوص تومارهای شرکی که در او الفاظ شرکی نوشته است، یا هامان و یا قارون و یا فرعون و یا بدوح و یا مدوح و الفاظهای شرکی زیاده در همین تومارها نوشته است، یا حتی خطهایی که خوانده نمیشه، بعضی رمزه ها نوشته است، بعضی طلاسم نقشه ها داخل تومارها گنجانیده میشه، ای هم امو حکم داره. بلکه در بعضی الفاظ حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم صراحت فرمودن که این نوع تومارها شرک است.
ابن مسعود رضی الله عنه می فرماید از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که می گفتن ان الرقا و التمائم و التولة شرک. یقینا رقا دم انداختن و تمائم جمع تمیمه، یعنی تمارها و تعویزها، و التولة نوعی از انواع سحر است، به خاطر محبت میان زن و شوهر استعمال میکنن و از استفاده میکنن. اینها همه شرکن. رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کردن که اینها شرک است. و این حدیث امام احمد رحمت الله علیه در مسندش و ابو داود در سننش روایت کردن. در حدیث لفظ رقا آمده، یعنی دم انداختن. ایره باید انسان بدانه که دم انداختن مطلقا شرک نیست. مراد امو دمی است که الفاظهای شرکی داشته باشه و الفاظهای کفری در او بوده باشه، و همچنین الفاظهای مجهول که معنیش درست فهمیده نشه، این مراد است. اما مجردی مطلقی دم انداختن مراد نیست. و دم شرعی رسول الله صلی الله علیه وسلم خودشان دم انداختن و حکم هم کردن که شما دمهای خود به ما پیش کنین. اگر دمی که دو شرک نبوده باشه، الفاظهای شرکی نبوده باشه، کدام باکی در او نمی باشه. و همچنان تمارها مراد تمارهای شرکی است که در او الفاظهای شرکی بوده باشه، الفاظهای کفری، الفاظهایی که گاهی مبهم از دانسته هم نمیشه، یا طلاسم است یا رموز است، امثالی از اینها. اما اگر تمارها یا تعویزهایی که از آیات قرآن بوده باشه و یا ادعیه شرعی، باز علما در اختلاف دارن و راجح هم است که از این هم اجتناب کنه انسان به دلایل آتی. اول ای که در حق تمارها به عزتی صورت میگیره، به حرمتی صورت میگیره. انسان گاهی طهارت نداره و گاهی هم جنوب است و گاهی هم با این تعویزها داخل حمام میشه و گاهی در شاخ گاو استعمال میکنه و گاهی هم در جاهای پلید دیگری، و گاهی انسان اعتمادش به سری همی تمار میشه و از این سرایت میکنه تمارهای شرکی را هم شاید استفاده کنه، سبب بری از اون میشه. پس مطلقا انسان از تمار اجتناب کنه. اما تیوله آله است یا نوعی از تماری است یا نوعی از سحری است که ایره جادوگرها استعمال میکنن تا اینکه محبت در میان دو تا پسر و دختر بیاره، یا اینکه زن به شوهر محبت چه اضافه کنه. اینها نوعی از انواع شرک است. رسول الله نوعی از انواع سحر است و رسول الله صلی الله علیه وسلم ایره شرک معرفی کردن. و در روایت دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من تعلق شیئا وکل الیه. یه حدیث احمد و ترمذی هر دو روایت کردن. فرمودن کسی چیزی را که آوازان میکنه، برابر است که تار بوده باشه، برابر است تمار بوده باشه یا توق بوده باشه، وکل الیه، به امو چیز ایره سپاریده میشه. حفظ الله تعالی، نگهبانی الله تعالی از سری ازی ختم میشه. پس ایره به این میگذاره که امی حفاظتش کنه. مخلوق ایره چی حفاظت کرده میتونه؟ وقتی که نگهبانی الله تعالی از سر انسان دور شد، انسان در حقیقت هلاک میشه. و الله تعالی ما را توفیق بدهد که زندگی خدا مطابق اسلام درست بسازیم و از هر نوع اسبابی که ما را به شرک میرسانه، عقیده ما را فاسد میسازه، باید از او اجتناب کنیم.